وقتی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم وفات کرد، بندگی کرد، شخصیت از حجره مبارک گریان و نالان بیرون شد. مات رسول الله، جناب پیغمبر وفات کرد، بندگی کرد، گفته گریان بیرون شد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شمشیر از غلاف کشید، گفت قسم به نام الله هر شخصیت بگوید که محمد مرد، من سری او را از تنش جدا میکنم. یگان شخصیت حق نداره بگه محمد مرده است. محمد به دیدار الله رفته است. چی نوعی که حضرت موسی در کوه تور میرفت به خداوند صحبت میکرد می آمد، محمد و رسول الله دیدار الله رفته است باز می آید. یعنی این محبت اونها بود. وقتی جناب پیغمبر وفات کرد، تمام اهل اصحاب خود را گم کردند. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه می فرمایند که در بار یک دیوار در زمین افتاده بود، با سوی یک جانب نگاه میکرد، چیزی را نمیدید و چیزی را نمیشنید. خیلی مصیبتی میان شکن و قامت شکن به بالاشون آمده بود، براشون خیلی دشوار بود. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وقتی که بعد از وفات جناب پیغمبر در محراب جناب پیغمبر امامتی میکرد، در درون نماز ناگاه جناب پیغمبر در یادش آمد. حضرت میگه از هوش بیهوش شد، در زمین افتاد. در نمازم خمی ابروی تو بر یاد آمد، مدت رفت که محراب به فریاد آمد. اون محبت اونها بود برادران عزیز بزرگوار. برای من و شما هم ضرور است ما باید محبت از این اصحاب بزرگوار درس بگیریم برادران عزیز بزرگوار.